دو واقعیت از دیدگاه روانشناسی روحی 398 اشخاصی که به دنبال قهر و جنگ لفظی کوتاه مدت هستند و به مسائل گوناگون زودتر افسوزی می کنند و به مهر و محبت و نوازش ضرورت دارند. اشخاصی که اندک رنج هستند و به موضوعات خرد و ریزه گریه می کند خیلی معصوم و قلب مهربان دارد. کسی که پرخوری می کند و غیر نرمال غذا می خورد رازی دارد و از آن می رنجد که 30% پرخوران از این طبقه تشکیل می دهد. کسی که نمی تواند گریه کند در اصل ضعیف است. اگر شخص خیلی می خندد حتی در موضوعاتی که اصلا ارزش خنده نداشته باشد آن شخص قصد پنهان کردن غمهای درون خود را دارد. اگر درباره اهدافتان با دیگران به صورت مداوم صحبت کنید به احتمال کمتری با آنها دست خواهید یافت، زیرا دکتران نشانی می دهد که این کارها شما را انگیزه تان را از دست می دهید. آخرین نفره که قبل از خوابیدن به او فکر می کنید همان فرد است که باعث شادی و یا ناراحتی شما و به نوع پیشرفت نقش را در زندگی شما دارد. عاشق شدن در فرد 4 دقیقه طول می کشد. نوع موسیقی گوش می دهید بر نحو ادراک شما از کلمات محتوای آن اثر می گذارد. این که فکر کنید که دیشب خوب خوابیده اید علیرغم این که خواب شما خوب نبوده است مغز را متقاعد می کند که واقعا این گونه بوده است. شکستن قلب یک فرد می تواند باعث مرگ او شود. علت این مرگ در اثر استرس هست. هرچقدر وقت خود را با دوستانتان بگذرانید بیشتر خوشحال هستید. هنگامی که به زبان دیگر فکر می کنید تصمیم های شما بسیار منطقی و عاقلانه می شود. افراد باهوش تواناییشان را از کمتر از حد واقعی ارزیابی می کنند. اما افراد به استعداد معمولا خود را باهوش تلقی می کنند. افراد سنی 18 تا 33 سال مختربترین افراد دنیا هستند، اما بعد از 33 سالگی سطوح استرس پایین می یابد. صرف هزینه برای تجربه های جدید ارزش های زیاد دارد و تاثیر زیادی بر زندگی شما خواهد داشت. بسیاری از افراد از شاد بودن می ترسند چون فکر می کند احتمال دارد بعد از آن واقع اندوهگین برای آنها پیش بیاید. خواندگی، افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد. قلب انسان در رابطه عاشقانه هیچ نقش ایفا نمی کند، بلکه عشق حاصل واکنش های شیمیایی در مغز هست. وقتی مورد پذیرش قرار نگیرد و طلع می شود مغز آن را همانند جسمی احساس می کند. پیغام های صبح بخیر و شب بخیر بخشی از مغز که مسئول احساس شادی در انسان است فعال می کند. فعالیت داوطلبانه نشانه رضایت از زندگی هست. آدم هایی که داوطلبانه کار می کند نسبت به غیر داوطلب ها به طور قابل توجه بیشتر از زندگیشان راضی هستند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.